فیلیپین 120 میلیون نفری سالانه به طور میانگین با تولید بیش از 2,050,000 تن زباله پلاستیکی فقط قادر 9% رو بازیافت کنه. 81% زباله‌های پلاستیکی از رودخانه‌های قاره آسیا وارد اقیانوس‌ها میشن که فیلیپینی‌ها با ریختن سالانه 521,000 تن پلاستیک در رودخانه‌ها به عنوان یکی از منابع اصلی آلودگی اقیانوس در رده سومین کشور دنیا قرار دارند. این در حالیه که فقط جمعیت 15 میلیونی کلان شهر مانیل روزانه بیش از 10 میلیون تن زباله پلاستیکی تولید می‌کنند که از این میزان تنها 1200 تن با صدها کامیون به اطراف پایتخت برای بازیافت یا دفن مناسب منتقل و مابقی در طبیعت و رودخانه‌ها رهاسازی میشن. رهاسازی حجم انبوهی از زباله‌های پلاستیکی طبق اعلام بانک جهانی علاوه بر آلودگی محیط زیست هر سال فیلیپین رو از درآمد 78% بازیافت این ضایعات محروم میکنه. موضوعی که موجب شده دولت این کشور در قالب قانونی جدید با اعمال جریمه نقدی هم شرکت‌ها رو ملزم به کاهش تولید حداقلی محصولات پلاستیکی کنه و هم با طراحی و نصب یک نرم افزار جدید روی گوشی‌های تلفن همراه روزانه زمینه خرید، جمع‌آوری سریع و بازیافت حجم زیادی از پسماندهای پلاستیکی رو با هدف جلوگیری از ریختن این ضایعات در طبیعت و رودخانه‌ها فراهم کنه. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.